تو به چشمات نگاه کن، بهشون نگاه کن، خالدار، رنگارنگ، هر کدوم بی نظیر و من هر یک از اونا رو آفریدم. من همه چیز رو آفریدم، جهان و تو. من به تو هویت دادم. من تو رو خالص ساختم، پیچیده، و هر روز به تو زندگی میدم. من دوستت دارم، اما یه اتفاقی افتاد. تو به من خیانت کردی. تو به من اعتماد نکردی. تو گناه کردی. تو خودتو از من بریدی و با اینکه هنوز زنده ای داری یواش یواش میمیری. پس به دنبال چیزای دیگه گشتی، برای اینکه پوچی درونتو پر کنی. اما هیچ چیزی چاره ساز نیست. فقط تو رو سریعتر میکشه و ما رو از هم بیشتر و بیشتر دور میکنه. دنبال چی میگردی؟ من نمیخوام تو بمیری. من تو رو آفریدم تا نه اینکه نابود بشی، بلکه منو بشناسی. پس من مثل تو شدم، یک خلقت شکننده، وسوسه شدم، اما هیچ وقت گناه نکردم. من اومدم تا تو رو نجات بدم. تو پر از گناهی و گناهان تو بهای سنگینی دارن. یکی باید قربانی بشه، تو یا من. پس من همه گناهاتو به جون خریدم و جونم رو به جای زندگی تو دادم و من به جای تو مردم، چون من تو رو دوست دارم. بعد از مردگان قیام کردم. من راه، راستی و حیات هستم. من عیسی هستم. من نیومدم که تو رو محکوم کنم، اومدم که تو رو به زندگی برگردونم. به من تکیه کن، من تو رو میبخشم و من به تو حیات جاودان میدم. من تو رو دوست دارم و همه این کارا رو کردم تا با تو رابطه دوستی داشته باشم. دنبال من میای؟